وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: از ابو هریره عبد الرحمن بن صخر رضی الله تعالی عنه روایت است، گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله لا ينظر الى اجسامكم، پروردگار نگاه نمی کند به جسمهای شما، ولا الى صورکم، نه هم به صورتهای شما، ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، نگاه می کند الله، نظر می کند الله به قلبهای شما و به اعمال شما. رواه مسلم. بینندگان نهایت گرامی، حدیث مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره بر این دارد که مهمترین چیز در زندگی انسان نیت و مدار نیت قلب است. الله پاک به قلبها نگاه می کند. پروردگار بی نیاز به این اجسام من و شما نمی بیند که کدام یکیش بلند است، کدام یکیش کوتاه است، کدام یکیش صحیح است، کدام یکیش مریض است. به اینها مورد نظر الله متعال نمی باشد. الله متعال به این صورتهای ما و شما نمی بیند که چه کسی زیبا است یا چه کسی زیبا نیست. الله متعال به نسبهای من و شما نمی بیند که چه کسی از کدام نسب، از کدام قوم و از کدام به کدام زبان صحبت می کند. آنچه را که مورد نظر الله متعال می باشد قلبهای من و شما است که آیا به خدا آراسته است، به نور ایمان منور است، پاک است یا نمی باشد. از حدیث مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این هم معلوم می شود که جزای انسان در روز قیامت به اساس آنچه که در قلب انسان نهفته می باشد. یعنی انسان به اساس قلب خود در روز قیامت پاداش می بیند. آیه مبارکه است که انه علی رجعه لقادر یوم تبلی السرائر، الله متعال به برگشتاندن انسان قادر است آن روزی که پوشیدگی های قلبها آشکار می شود. آیه مبارکه دیگه است: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، انسان نمیداند آن زمانی که از قبرها انسان برانگیخته شوند و قلبها آنچه که در قلبها نهفته است حاصل شود، ظاهر شود. یعنی در روز قیامت انسان به اساس قلب، آنچه که در قلبش نهفته است، اگر عملی نیکی را انجام دادید خواهر من و برادر من، اما نیتتان در قلب خوب نمود، از این کار نیکیتان ثواب نمیبرید. لیکن اگر کاری را انسان انجام بدهد، قلبش آراسته باشد و قلبش پاک باشد و نیتش صاف باشد، حتما انشاءالله اجر و ثواب او را خواهد دید. آخرین نکته که قابل به تذکر است این است که بزرگترین تطهیر قلب است. بزرگترین پاکی قلب است. من و شما به فکر پاک کردن قلبهای خود باید باشیم، نه آنقدر به فکر پاک نمودن ظاهر خود. باطن مهمتر از ظاهر است. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم.